زن هر روز 2 کوزه سفالیو پر از آب می‌کرد و با خودش می‌برد بیرون. یکی از کوزه‌ها سالم و بی‌نقص بود، ولی اون یکی ترک داشت. کوزه سالم همیشه پر از آب برمیگشت، ولی اون یکی تا می اومد به مقصد برسه نصف آبشو از دست میداد. یه روز کوزه ترک خورده دیگه طاقت نیاورد و گفت متاسفم که نمیتونم مثل اون یکی کوزه باشم. من به هیچ دردی نمیخورم. زن لبخند زد و گفت تا حالا دقت کردی تو مسیری که ازش رد میشیم چقدر گل رشد کرده؟ وقتی هر روز با هم برمیگردیم اون آبی که ازت میریزه گلا رو سیراب میکنه. بدون تو اون گلا هیچ وقت رشد نمیکردن. کوزه ساکت شد. چیزی رو فهمید که هیچ وقت نمیدونست. زن ادامه داد همین نقصت باعث زیبایی این مسیره. تو شاید کامل نباشی ولی زندگی میبخشی، به طوری که اون یکی کوزه هیچ وقت نتونست. همه ما ترک‌هایی در خودمون داریم، اما شاید همون نقص‌ها هستن که ما رو خاص میکنن. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه